حکایت زیبای دوستی خاله خرسه. روزی و روزگاری مردی اهل شکار به صحرا رفت. او رفت تا مثل هر روز پرنده‌ای یا چرنده‌ای شکار کند و روزگارش را بگذراند. شکارچی همانطور که میرفت ناگهان صدای دردآلود حیوانی را شنید. به طرف صدا رفت. خرسی را دید که روی زمین افتاده و با مار بزرگی دست و پنجه نرم می کند. خرس با همه زور و قدرت مار را به کناری می زد، ولی مار دوباره دور تن او می چسبید و قصد داشت حیوان را نیش بزند. خرس تا مرد شکارچی را دید نگاهی پر از التماس به او انداخت که یعنی کمکم کن. شکارچی جلو رفت و با دستان پرقدرتش کمر مار را گرفت و در یک چشم برهم زدن مار را به گوشه پرت کرد. کمی که گذشت خرس به خود آمد، از جا بلند شد، بعد هم شروع به لیس زدن دست و پای شکارچی کرد. شکارچی دستی بر سر خرس کشید و گفت خب دیگه برو، من دلم سوخت و اون مار رو از تو دور کردم. نگاه کن دیگه تکون نمیخوره، اینقدر محکم بر زمین زدمش که جان داد. شکارچی این رو به خرس گفت و دوباره به راه افتاد. ولی هنوز چند قدمی نرفته بود که از پشت سرش صدای پایی را شنید. نگاه کرد و خرس را دید. خرس دوست داشت به دنبال مرد شکارچی برود. شکارچی ایستاد و گفت میخواهی با من دوست شوی؟ عیبی نداره، ولی بدون که خسته و مونده میشی. من باید همینطور در بیابان راه برم، غذایی هم ندارم که به تو بدهم. اگر حال داری بدون خوردن آب و نان به دنبال من بیایی بیا. خرس ایستاد تا آخر حرف شکارچی را گوش کرد. وقتی هم که او به راه افتاد قدم به قدم در پی او روان شد. شکارچی ساعتی زیر آفتاب گرم راه رفت. پرنده و چرنده ای رو برای شکار ندید. یک دفعه از دور چشمش به درخت کهنسالی افتاد. قدمهایش را تندتر کرد و با خودش گفت باید زیر سایه این درخت ساعتی بخوابم و خستگی که از تن بیرون کردم آن وقت به دنبال شکار بروم. پس وقتی کنار درخت رسید ابزار شکار را به کنار گذاشت و کفش‌هایش را از پا بیرون کرد و زیر سایه خنک درخت به خواب خوشی فرو رفت. در این میان خرس هم حال خودش را داشت. او که از دوستی با شکارچی راضی و شادمان بود همانجا زیر سایه درخت کنار صیاد نشست. شکارچی خسته شده بود و آرامش و سکوت بیابان او را در خود غرق کرده بود. برای همین بود که با خیال راحت خور و پف می کرد و از خواب خوش با همه وجود لذت می برد. خرس هم از اینکه دوست مهربانش آنطور خوابیده بود خوش بود. در این وقت مگس مردم آزاری وزوز کنان آمد و نوک بینی صیاد نشست. شکارچی در جایش غلتید و چیزی نمانده بود که از خواب بیدار شود. این مگس خرس را ناراحت کرد، چون مردی که او را از بلای نیش مار رها کرده بود حالا نمیتوانست از وزوز مگس آرامش داشته باشد. خرس همانطور که نشسته بود با دست مگس مردم آزار را از روی صورت مرد شکارچی دور کرد. ولی مگس دست بردار نبود. دور میشد، چرخی میزد، دوباره میآمد. خرس کم کم خسته شد. برای او سخت و سنگین که یک مگس آنطور دوست عزیزش را آزار بدهد. برای همین به فکر چاره افتاد که با مگس کاری کند که برای مگس‌های دیگر درس آموز باشد. از جا بلند شد، نگاهی به دور و بر انداخت، سنگ بزرگی را دید، به سوی سنگ رفت و به سختی آن را جابجا کرد. با خودش گفت
وقتی که من نتوانم این سنگ را جابجا کنم، ببین چه بلایی بر سر مگس می آید. خرس نفس زنان سنگ را برداشت و بالای سر دوست عزیزش شکارچی آمد. مگس وزوز کنان آمد و این بار روی صورت مرد شکارچی محکم نشست. خرس گفت خوش آمدی، ولی دیگر زنده بر نمی گردی، و سنگ را محکم بر سر مگس زد. سنگ پایین آمد. مگس پرواز کرد و بالا رفت، ولی نفسهای مرد شکارچی دیگر نه بالا رفت و نه پایین آمد. خرس کارش را که کرد آرام نشست و به مرد صیاد نگاه کرد. شاید منتظر بود که از جا بلند شود و دستی از روی مهر بر سر او بکشد، ولی شکارچی هیچ وقت بر نخواست، چون او قربانی دوستی خاله خرسه شده بود. اگر کسی بخواهد در حق کسی محبتی بکند ولی از روی نادانی به او ضرر برساند، این ضرب المثل حکایت حال اوست. تا حکایت و ضرب المثل دیگری، بدرود.